بالاخره تصمیم گرفتم برم. تصمیم گرفتم نه برگردم خونه نه برم مدرسه. تصمیم گرفتم فقط فیبی رو ببینم و باهاش خداحافظی کنم و پولشو بهش پس بدم. بعدش برم طرف غرب. فکر کردم برم تونل هلند و یکی رو پیدا کنم که مجانی سوارم کنه. بعد یکی دیگه. چند روزه برم یه جایی تو غرب که خیلی قشنگ و آفتابیه و هیچکی نمیشناسدم و اونجا کار پیدا کنم. گفتم میشه توی پمپ بنزین کار پیدا کنم و تو ماشین مردم بنزین بریزم. ولی برام فرقی نمیکرد چه کاری پیدا کنم. همینقدر که من کسی رو نمیشناختم و کسی منو نمیشناخت خوب بود. گفتم وانمود میکنم کر و لالم. اونطوری مجبور نمیشدم با کسی حرفای احمقانه بی خودی بزنم. اگه کسی میخواست با هم حرف بزنه باید حرفش رو روی تیکه کاغذ مینوشت و میداد دستم. بعد یه مدت هم از این کار خسته میشدن و من باقی عمرم از شر حرف زدن خلاص بودم. همه فکر می‌کردن من یه حرومزاده کر و لالم. کاری به کارم نداشتم. بابت بنزینی که میریختم تو ماشین مردم یه پولکی دستمو میگرفت که باهاش یه گوشه کلبه‌ای درست میکردم و باقی عمرم اونجا سر میکردم. کلبه رو کنار جنگل میساختم، نه توی جنگل، چون دوست دارم همیشه آفتابی باشه. غذامو خودم میپختم و بعدن اگه میخواستم زن بگیرم با یه دختر خوشگل که اونم کر و لال بود عروسی میکردم. اونم میومد تو کلبه با هم زندگی میکرد و اگه میخواست چیزی بگه روی تیکه کاغذ مینوشت. عین همه. اگرم بچه دار میشدیم یه جای قایمشون میکردیم. میتونستیم براشون کلی کتاب بخریم و خودمون بهشون خوندن و نوشتن یاد بدیم. فکرش خیلی هیجان زدم کرد. خیلی.